سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوش اومدین به این قسمت و امیدوارم که تا الان لذت برده باشین تا این مسیری که تا الان رسیدیم بهش. و امروز قراره که اگر قسمت قبل رو دیده باشین که ما سنتین پست رو شکست دادیم، سومین نایت لوردی که هست و به فایر هم حساس بود، ما باید مسلما بیایم سراغ چهارمی دیگه، چون قرارشو به ترتیب بیایم. ولی به یک دلیل من میخوام یهو سویچ کنم و بیام هفتمین نایت لورد که اسمش فیژر این د فاگ هست، اکسپدیشن فیژر این د فاگ و اسم خودش هم که کالیگوه. چرا بچه ها؟ چون که الان یه شیفتینگ ارث برامون اومده، ماونتین تاپ، کوهستان. حالا وقتی که بریم کامل برف و یه کوهستان برفی و این داستان هاست. دلیلش اینه که یه حالت کوست لاین تور داره، این کارم انجام بدین تروفی میگیریم. عرض کنم حضورتون که یه حالت کوهستان تور داره، یه شکل پرچم هست، ما باید خودمون رو به اونجا برسونیم. من کامل مسیرش رو بهتون میگم و آرزم خدمتتون که دیگه چه سودی داره این کار. این که ما اون پرچم رو دریافت کنیم در واقع پاور گین میشه، یه همچین چیزی اسمشه، و در مقابل فراست بایت شدن مقاوم تر میشیم و فراست بایت هم بشیم اتک پاورمون رو میبره بالاتر. و خلاصه که اینم از این. بیایم اینجا نگاه کنیم بچه ها. نقطه ضعفش فایره، مثل همون سنتین پس که شکستش دادیم. من نمیخوام ریسک کنم و میخوام چیکار کنم؟ میخوام بیام توی رلیکام. الان من این ظرف رو خریدمش، وایلدر گابلت رو خریدم. میام اینجا یه نکته رو من بهتون بگم. الان این رلیک سنتین پسته، نگاه کنین وسطشو گفته starting armaments inflict poison. نگاه کن، منو میذارم این شمشیری که دارم پویزنه روش. خب یعنی چند تا ضربه بزنم به انمیا واسه پویزن شدنشون میشه. بچه‌ها شما فقط یه دونه میتونین روی وپنتون بذارین. خب به غیر حالا اگزیکیوتر که به وقتش بهش برسیم، همین رلیک، همین کالیگو رو که بگیریم، بهتون میگم اگزیکیوتر چه بیلد خفنی میتونیم براش بچینیم و اونجاست که من اگزیکیوترم واقعا اگزیکیوتر سولز کیلری میشه. الان بچه‌ها نگاه کنین، این رلیک سنتین پس تو قسمت قبل کامل توضیح دادم. الان مثلا من میخوام رلیک اینو بذارم. نگاه کنین بچه، اینجا این علامت رو گذاشته که نمیتون اینو اعمالش نمیکنه. چرا؟ چون که با فایر میگه شروع میکنه، بعد اون و این یکی هم داره میگه که با پویزن و اینا قاطی میشن. و الان مثلا من اینو بذارم، الان نگاه کنین همون پویزن فقط روشه. خب و بچه این به ترتیبه، یعنی اگر این سبز اینجا بود بعدش زرد میشد، فایره رو اعمال میکرد و ماجیک پویزنه رو اعمال نمیکرد. من چرا نمیخوام ریسک کنم؟ میخوام چون نقطه ضعفش فایره مثل سنتین پس، دقیقا مثل ریلیکای عرض کنم حضورتون مثل ریلیکای آیرون آی که با سنتین پست رو زدیم، همون ریلیکا رو بذارم دیگه. بضاعت من همین حد دیگه. بچه شما بازی کنین نهایتا تا اینجا 22 تا به دست آوردیم و اینو هم میتونم اینو بذارم که البته نمیذارمش. و کدوم ریلیکو بذاریم؟ فیسمونو این بهتره، یعنی این چیز خاصی نیست. و خلاصه که اینم از این. بچه اینجا شما میتونین لباساتون رو عوض کنین و باید بخرینشون. عددشون برای الان بالاست، یعنی مثلا این که خوشگل ترین لباسش هست از نظر من الان 35,000 تا زیاده، ولی شما خیلی بازی کنین بچه شما تا میلیونی اینجا مرک به دست میارین. من توی PS5 که بازی میکردم و من گیم پلی هم اونجا خیلی زیاد بود دیگه، اونجا مثلا بچه من 4 میلیون مرک داشتم. و عرض کنم حضورتون که خلاصه اینجوری لباسهای مختلف دارن دیگه. این دیفالتشونه، اینم معمولا دارکنسشون خوشگل تره. و شما وقتی که نایت لورد آخر رو بزنین، 2 تا مدل لباس دیگه هم به هر کدوم اضافه میشه، شما رو به سمت دارک سولز ها هدایت میکنه. مثلا وایلدر که لباس آرتوریاس رو براتون میاره. خب اینم از توضیحاتی که نیاز بود و ما با وایلدر و با این رلیک ها میریم که کالیگو رو در 4مین قسمت شکستش بدهیم.
از مپ مثلا فایر اینجا به دست آوردیم. حتی اینجا سوپر مرچنت هم داریم. یه نکته خوبه بچه، اون مارکی که گفتم اینجاست، اون وره، اون بالای اون کوه هست. کوکریه رو برمیدارم. چرا؟ چون که چیز میکنه، میتونم انمی رو بلاد لاس کنم. خلاصه اینم از این آیتم های به در نخور انداخته میشن و اینجا میگیم سراغ عرض کنم حضورتون گرید چرچ فایر. بچه شما ریلیک های خوب پیدا کنین خیلی خفن میشه بازیتون. الان نگاه نکنین، شاید یک مقدار کسل کننده باشه. یه سری ریلیک های خفن داره همین وایلده و شب دوم رو بچه ها تقریبا کامل باید بریم سراغ چیز. کامل باید بریم سراغ کلیدم نداد بهم. کامل بچه ها باید بریم سراغ اون منتوین تاپ. اژده هاست، پر اژده هاست بچه اونجا. خب خلاصه که داداش کار زشت. من خواستم بک استپت کنم که خودت دلت خواست که پری بشی. من که صدا رو کم کنم. ما رو نکشی آبرون بره. انمی سبک حساب میشه دیگه. من این چیزم رو که میزنم ها کنیم گرید سورد فایر گیرم و خیلی خوبه و تو هندینگ میتونم انجام بدم و این داستان ها. این تونل انادروان مارک میکنه تو مپ. نمیخوام اسکیلم نمیزنم، بدک نیست این. بریم که داشته باشیم یه باس بچه اینجا هست. حالا یا مثلا یه باس درست و حسابیه لورتا و حالا ناکنه شب دوم که شروع میشه اینجا شکلشو میذاره، میگه که یه گریت انمی اینجاست و لورتا بچه ها گریت انمی حساب میشه. خب الان مثلا این کوکریایی که برداشتیم خیلی راحت من میتونم عرض کنم حضورتون که این ترولی که الان قراره بزنیمش و اسمیتینگ استون 2 رو من ازش بگیرم خیلی راحت الان چیز میشه، خیلی راحت الان بلاد لاس میشه. زبونم گرفت بخوام بگم. بزنم الان نگاه کنیم. یکی دو تا بلاد لاس شد. داشتی ایک هم از من دریافت کنم که استابور بشی. آفرین. چی کار کنم که نمیذاری من چیز کنم. و من اینجا اگه شد یه دونه اسمیتینگ 1 پیدا کنم که پیدا میکنم. اینا اصلا نمیخوام فایرگریس برای چه موقع. خب بریم. زون هم میخواد کجا؟ زون چه جای بدی میخواد بسته شه. خیلی جای بدی میخواد بسته بشه. اصلا کسل هم توش نیست. اومد که راه نیاد با اون بازی. و به احتمال زیاد بچه ها اینجا باس شب اول میاد. به احتمال خیلی خیلی زیاد.
حالا اگر منو ضایع نکنه و من میام اینجا در واقع که یه دونه مرچنت هست که میتونم وپنم رو لول بدم. انمی های اینجا هم بنیش نایتن. حیف، واقعا حیف. اگر زون جای درست تری بسته میشد من اینا رو میتونستم کم گوشمالی بدم، ولی حالا کارشون میکنم دیگه. بذاریم بیان اینجا. کم اوضاع خراب شد. تکی خودتون بیان که من اینجوری کاراتون رو کنم. لولم کم، آره هم لولم کم هم لول وپنم اصلا دوم. نکنین الان 87 من وپن خودش رو الان لول میدم شد 138. بچه ها نگاه کنین، من تو قسمت اول بهتون گفتم که وپن هایی که پس زمینه بنفش دارن، عامیانه میگم دیگه، پس زمینه بنفش، اون رو نگاه، وپن هایی که پس زمینه بنفش دارن حداقل لول مورد نیازشون 7. ولی الان چرا من میتونم این وپن رو الان تو دستم بگیرم با اینکه لولم 3 بیشتر نیست؟ چون که وپنیه که خودم لولش دادم. وپن های رو که شما خودتون لول بدین این موضوع شاملشون نمیشه. و بیا اینجا ببینم بچه پر رو تا نگه داشتم برای این یکی که اونجا بچه ناکن. یه دونه الدر لاین اون وسطه و پسیف مثلا بهتون میده و این برام یه دونه بنیش نایته که مثلا یکم درست و حسابی سر نسبت بقیه شون. من فقط بیام اینجا یه امیت بزنم، استگر راحت استگر میشه این، اونم میمیرم. بعدش بیام این سایت اینجاست کارهای لولی رو انجام بدم. چی میگه تو به من؟ استامینا بده. استامینا خیلی دوغونه. کارهای لولی میدم فکر کنم تا لول 6 شاید تا لول 6 برسیم. بعدش چی کار میکنیم؟ میام این فورتی که اینجاست هم بزنمش هم کلید بگیرم بیام اورجیل اینجای کاراشو کنم. و این فورت ها بچه ها 2 تا انمی توشونه، 2 تا یعنی باس داره داخلش که خوبه. ریلیک خوبی بود، ریلیک کریتیکال هیت بود. بچه ها این فورت های مجیک یه دونه باس داره، یه دونه باس از این کازموس هاست که چیزه از این کامل کریستالیه و این نیزهی تو دستش و اینا، و یه دونه هم از همین جادوگران شهر سلیاه و آکادمی و اینا داخلشه. این که اونجاست که کلا همون اول بزنینش که نخواد اذیت تو کنه. همین شکلی مثل همینه. این و اینا هم به فایر کم حساس هستن. کلید تو به من بده. کلید بچه ها این فورتا اینجاست. البته که اول من اونو بکشم بیارم میشه و بچه کامل ضربه های استنس بریکی بهش بزنیم. یعنی چی؟ یعنی چارج اتک، جامپ اتک، ترجیحاً جامپ اتک رو بزنیم بهش. دمیج نیگیشن ات فول اچ خوبه. بریم این کلیدی که اینجاست، این اورجیلی که اینجاست و در واقع یه باسی کنارش هستا مثل قسمت قبل نشه که ارتری ابتار اومد. کیه باس اینجاش؟ خوبه چیزه بلک نایفه. ببینم کیست این باسی که اینجاست. ببینم به هم مربوطن جفتشون. جفتشون بچه های ناکسن. ریلیک کریتیکالیت هم دارم 24 درصد. الان کریتای من قوی تره دیگه و
این هم از این فلکترهایی که توی که پویزه پایینه چرا این ادا رو میه ها؟ حاج خانم خیلی بچه کمکتون میکنه اگر اون وپنی که دارین رو چیز کنین. اون وپنی که داشت من چیز رو برداشتم. میخوام بچه کاش من استامینا رو برمیداشتم. خیلی بچه کمکتون میکنه. ناکه من یه وپنی دارم که پس استامیناش بنا بشه دیگه. این داشتم از فلج مغزی ها باش فایت میدادم به خاطر این بوده که بیام پشتی سری. این اولتو دریافت کن که خواهی اذیت کنم. بعد بچه اینجا بریم کاراشو کنیم، کاری نداره برامون. بده ببینم چی میدی. این سورسی 14 تا کنم، چارج سورسی نمیدونم. کاش کاتانا رو بر می داشتم. بعضی وقتا نیازه که چیز کنیم، انمیم رو من بلادلاسش کنم. خب باسش الان اون یکیه که پرفیومره دیگه، ولی من اینو بزنیم بچه باسش دیگه یتیم میشه در واقع. احتمال اینکه باس شما رو بکشه 1%، احتمالی که اون شما رو بکشه درصدش بالاست. برو چی میدی؟ من به خاطر پسیوش برمیدارم. خب این الان داره اینجا اذیت. من این کار کنم، این برم بیام و چرچم رو هم بگیرم. وقت هم میشه به احتمال زیاد که این روین بلادلاسیه رو هم کاراشو انجام بدیم. و من تونل برم این وپنم رو هم چیز کنم، این وپن رو هم عرض کنم حضورتون، اپیکش کنم، بنفشش کنم، آرزم خدمتتون که دیگه هیچی نمیخوام. البته اون دیگه رفت زون دیگه، out of zone. میبینی الان بچه دورم حباب اومده. این حبابه بچه دمیج نیگیشنه، یعنی من دمیج هایی که دریافت کنم، یعنی اولین دمیجی که دریافت کنم باعث نمیشه که من دمیج زیادی بخورم. حالا بسته به درصدش داره، به خاطر این وپن است. 48% الان همین وپن کارهای منو داره انجام میده. اینجا ببینم فکر کنم و یه سویچ کنم این وپنا و به خاطر اشافار ببخشید بچه ها، بده لایتنینگ بده اینم خوبه. نما کنیم بچه ها، این اشافارش که استمپ upward cut، ولی این فلیم استرایکه. و نما کنیم چکار کنیم، یه دونه L2 و R2. نما کنیم وپن من روش آتیش اومد و جمع میشه خودش 135 جه اضافه 21 آتیش هم میشه و دیگه چی از این بهتر. و انمی که هولی میخواد، یعنی باسی که هولی میخواد. ای بچه ها کم چیز کنید، کم رعایت کنید، مؤدب باشین. تیبیا مرینر راجبشون هم بچه براتون چیز ساختم، بدون شورت ویدیو براتون ساختم. کامل بچه اسکلت سامن میکنه مثل اصل خودش دیگه و شما باید سریع به اینا رو بزن. اگر وپن هولی داشته باشین هم اینا راحت تر میمیرن، یعنی بیشتر دمیج میخورن، و هم این که آرزم خدمتتون بعضی هاشون دیگه نمیافتن زمین، درجه دیگه میمیرن، شما نمیخواد بریم روحشون بزنیم که
و این بچه میاره ها. الان دیدیم پلس چیزو پر کرد. من اینو بزنم بعدش دسپرت میخواد بیاد. این همینجور بچه ها سامین الان دسپرتش اوور چون پلس خودش رو از چیز کمتر کرده. میگه دسپرت بیا که داره منو میکشه. خب مرد. الان مایم و اینا خیلی خوشگل میام پولتم رو اینجا میزنم و الان فقط باید سریع اینا رو بزنم. خب آینه شد دسپرت کمکی کرد خودش. جالب اینجاست که دسپرت دمیج میزنه اینا هم دمیج میخورن. بچه گنده ها خیلی اچ پی دارن نکن. من هر کدوم میزنم 100 تا میمیرم ولی من اینو 100 تا از اچ پیشون کم میشه. Those who live in death در مرگ زندگی میکنند. دسپرت هم بچه فکر نکنید بزنین چیزه ها باید اصلش اینا رو بزنید. و الان اونو که زدیم تیبیا مرینره رو که زدیم ما رو یه پا جلوتر میندازه چون که دیگه اینا رو سامن نمی کنه. داشت تو رو بیا تا با کلیت بزنم. الان شب دوم شروع داره میشه و باید بیام این بلادی هم کارش کنم بعد بیام تو این تونله از این تونله دیگه رد بشم باسش رو بزنم که پامکینگ هده و دیگه از اینجا منطقه برفی رو ما شروع کنیم. بلادلاس انمیم رو بلادلاس کنم چیز میکنیم. بذار شاید این ور یه بکنه بلادلاسی من گرفتم شاید در مقابل باس چیز کار نآمد میشه دیگه. کار نآمد کار چون شاید گریس چیز پیدا کنیم بلاد. گریس بلاد به من بدهید. به من گریس بلاد بدهید. آفرین آفرین. دوتا دارم. همین بر واسش. نه این بر نیست. این بولاست. بدون اگه نوبلاست دیگه. بکنم تا حالا تو این قسمت های آموزشی که براتون گذاشتم چیز نیومده بود. این بلاد نیومده بود. حرکت زشت و ناپسند. آفرین آفرین. خب نداد اون چیزی که میخوام. بریم آقا جان بریم. این باس این ولی رو نگاه کنم کیه. کنسله از فقط این ورو بلکه بیام چیز کنم برم استون سورد کیشو بدزدم. گفتم کنسل بچه گارگویلا از زدن میزنیمش ولی ما میخوایم اون چیزو بریم. میخوایم ماونتین تاپ رو میخوایم بریم که هم کوستشو در واقع انجام بدیم پاور گین بشیم و اینجور داستان ها. این برای فکر کنم گاردین گولمه. آره گاردین گولم. الان خیلی راحت زدنش تا بلند بشه. کلید بده. قرار نبود تو من بزنم. چند تا دمیج سنگین بخوره استنس بریک میشه و میفته کف زمین و اونجاست که بیشترین دمیج رو دریافت میکنه. الان وای من انداختی اون بر. آفرین بچه. این و آیتم های به درد نخور. یکی پس از دیگری نصیب این بازیکن میشه. تا آماده است ببینم باسش کیه.
با هم دیگه دمیجمون رو زدیم. بیا نزدیک بیا نزدیک بیا نزدیک. کشت من کشت. خیلی خرشانسی آقای دارویل. بلاد هاوند نایت. البته من باید اون براخه بخوره. اینجا بینم دارید مسخره بازی داری میکنی ما رو. بیا اینجا بفرمایید. داستان اینجا یه آیرون آی آنلاین اون برای داره اینو میزنه. حتی باز نیست. فکرش نمی‌کردی من یهو به خودم بیام ها. خب یه حرکتی خیلی مسخره است داداش. بس استامینا کم آوردن من. بار دوم دیگه منو نکشی ها. گفتم الگو حرکتی مسخره است بهش برخورد. این بهتره برام، این برام بهتره. لوری 11 نه کنم چون لورتایی که گفتم الان میبینین اینجا چیز شد، اینجا نشون داده شد که چیزه باس مثلا درست و حسابی گریت انیمیه. ما این مسیر رو بریم و کوشید. یه باس استاتستیک خوره ها. یعنی حالا اکزیکیوتر که بیارم میبینی که چه بلایی میکنیم سرش بیاریم. خب توی اون شما اگه دقت کرده باشین تا الان من وپنام رو کجا میتونم لولشون بدم، یعنی سنگ داشته باشم لول اپشون میکنم جایی که مرچنت داشته باشه. مرچنت رو ما کجا دیدیم؟ توی این انکمپمنت ها میبینیم، توی فورت ها میبینیم، توی روین ها و گریت چرچ ها نمیبینیم. خب این سوپر مرچنت هم که هست، دوتا هم این ور هست. گفتم بچه توی روین ها ما نمیبینیم. خب ولی عرض کنم حضورتون که تنها روین کل بازی که مرچنت داره این روینیه که اینجاست. و خب خلاصه که اینو میبینیم بالا اینجا دوتا ترول دارن دعوا میکنن با دوتا از این مانستروس داگ ها و اینا رو مثلا برای آخر کار اینجا یه دونه دمی هیومن میاد، دمی هیومن سوردمن، اون کوچیکه که چیزه مال نیاست. اون بالاست نمینش باشه اون بالاست. میرم بچه پر رو. وای تو دیگه خیلی خفن شدی. به میگفت نمیخوام اون خرجت کنم گفتم برای اون اشتباه است. دیگه که بشه کارت تموم. اسکالت رات رو خودت داری؟ خوبه نه هم میتونم استفاده کنیم بچه. فراست هم میتونیم. البته اینجا فراست کردن زیاد به کار نمیاد و در واقع عرض کنم اینجا بچه ناکن یه دونه اشاره بزرگ فرار کنیم. دمیجش هم بچه میخوریم به خاطر اینکه ما فراست بایت میشیم و اینجا فقط فرار. چرا الان نمیزنمش و چرا دارم فرار میکنم؟ چون که میخوام اول اون پاور گینم رو بگیرم، اون چیزی که اونجا هست و بعدش چیزی میکنم سراغش که اصلا کی باشیم همه جوره. برو بالا. زون هم بسته شده کامل. خب
ما حق انتخاب داریم بچه ها. خب یا میتونیم اون اجدای بزرگه رو بزنیم یا این، ولی اون که بچه ها آیتم لجند دراپ میکنن. نکته که هست اینه. خب بده بابا این چی این سوسکه آخه. سایت به من بدین. چی میگی تو اینجا؟ لایت اتک پاور بریم فقط سری اونو بزنیم بچه. اگر اینو بگیریم میتونیم آنتی دراگن هم، یه دونه از پسیواش بچه آنتی دراگنه. انا کنین پاور گین است. شما الان اگر اولین بار اومده باشین تروفی میگیرین و مثلا به خاطر همین اومدم و کالیگو رو زدم. الان اون اژدها اومد اینجا، از اون ور پاشد اومد اینجا. فکر نکن الان اینجا هستش نیستش. فراس فایت شدم داداش. شلتو دیگه خیلی مزخرف دمیج میزنی. میست میسازه الان. فقط اینجا بکنم یه دونه استگر دیگه داشته باشم. اوکی عالیه. گیر نکنم دیگه. خود محمد Mountain Top Ice Dragon. شد سریع اینو هم بزنیم. اینو بچه آیتم لجند میده و او مای گادنس. چیو بندازم؟ باکر پریو میندازم و یکی از چیزای خفن فایر رو گرفتیم دیگه. شلاق فایر جاینت و با لول 14. خوب این شلاق فایر جاینت هم اشافارش رو میزنیم، ولی بچه اگر گرفته باشینش، شما گادریک رو اگر شکست داده باشین خیلی کم پیش میاد شما گادریک رو شکست داده باشین و چیز گرفته باشین، اون فیستی که داشت، اون کله اژدهایی که داشت. یه خود ادنرینگ رو دارم عرض میکنم. اون یکی بچه توی اینجا در مقابل این عالیه، در مقابل کالیگو که میخوایم بریم، یعنی میریم بچه زیرش این استفادهش میکنیم، اسکیلش رو میدیم و یه تموم ایزی مود میشه چیز کالیگو. آفرین به تو، آفرین به این ترول جویای نام. اونم میخواد بسته بشه. میتونیم این ترولایی هم که این بر بودن بزنیم بچه. اون چیزو که گفتم اینه ها، آنتی پاسز اتکس پاسز آنتی دراگن افکت. اینو هم بگیریم بچه. نگاه کنین شما شاید الان این 7 نایت لوردیو که دیدین، نایت لورد 8 بچه یه نایت به حساب میاد تقریبا. خب اگر تا الان ندیدین نایت لورد 8 این نایته، شکلی شوالیه در واقع اصلا شکلش، حیوان میوون و اینا نیست. شما شاید فکر کنین که تنها اژدهایی که باش مبارزه میکنیم اینه، در واقع این نیست بچه. یعنی فقط کالیگو نیست بچه، گپینجا هم بچه یک دراگن حساب میشه. در کمال تعجب گپینجا هم یه دونه اژدها حساب می شود. نه نکته ای که باید لحاظ کنیم. باش بذار من بتونم رو فایر کنم و نشونت میدم. نشونم دادی. درود بر تو. اون که ملاق میزنه. ای ترول خیانتکار، ای ترول پست، ای ترول بیلیاقت. ببین تازه بچه یه پسیو دارم که انیمین رو بلاد لاس کنم چیز میشه، اتک پاورم میاد بالا و
بلادلاس هم دوتا گریس دارم، گذاشتمش برای نایت لوردمون. واه حالت زشت بود آقای ترور. ببینم چی میدی به من، چی میدی به من. تو سایتت. خب خوبه این وپنه رو که داریم خیلی الان اوکی کارم. به چیز شدن هم کمک میکنه، به عرض کنم حضورتون چیز به استگر شدن کالیگو هم کمک میکنه. فایر هر چیز زیر پاش بزنیم. خب راستش که فکر کنم چیزه دنسر آف بوریال ولی اینا رو نزن اینجا، حرف بزرش تا انجام نده اینجا آج خانم. تو تونستی زدی یا اوه شت بچه من چیز نگرفتم، گریس نگرفتم. قرار بود یه شاپ برم که خب حالا نرم، مهم نیست، چه اهمیتی ندارد. فقط اینکه اون لایتنینگر رو باید جلوی کالیگو استفادهش کنم. کالیگو نه، جلوی همین دنسر آف بوریال ولی که جا داشته باشیم و داستان دار نشیم جلوش یه وقتی زشت بشه. رفتیم بچه دارک سورد 3. چسبیدم بهش دارم فلز میزنم. کالیش کنم اون ور که رفت واقعا رفت پاس بشه فکر کنم الانه. آره الان وقت زدنه یه دونه استاگر میشه داشت کریتیکال. کرایست مای بچه این فلسفه داج رو به جلو رو من از همین چیز بهش رسیدم، از همین دنسر آف بوریال ولی تو دارک سولز بهش رسیدم که داج رو به جلو بزن. این وقتی که میرقصه یه بار منو میکشه. این وقتی که میرقصه شما هرچی به این عقب هی میاد. نمیام دیگه، میدونم نمیتونم کریتیکال کنم. 3 بار استگر شد. خب راه نمیرم نه بچه. این فلیم آف فرنزی وایل واکینگ شما وقتی که راه میرین یا وقتی که مثلا اینجوری میرین خب همینجوری دقیقاً مثلا اینجوری هم نه ها، اینجوری خیلی ریلکس پیاده روی قدم زدن بالای سرتون یه حالت دایره فرنزی فلیمه و پخش میکنه فرنزی فلیم و مثلا مثالت چند تا تیر این ور اون ور میزنه و مناسب ما نیست. مناسب مثلا کیاست؟ آیرون آی. مثلا آیرون آی داره راه میره، داره مثلا تیر میزنه راه بره و تیر میزنه. من چرا البته من برش داشتم. وایس من برش داشتم. من برداشتمش. وایس ببین. نکنه برداشتمش الان. برداشتمش واقعا. دارم توضیح میدم میگم به درد ما نمیخوره و خودم برش میدارم. همینقدر منطقی و زیبا.
خب لولمون رو که 15 میکنیم با کلی یه لول 15 درست و حسابی. خب این با این دوتا وپن ها میخوام بچه مبارزه کنم. نها کنین این اتک بزنم نیگیت دمیج میشم، مقاومت هم میره بالا. اینو هم گذاشتم اگه شد استفادهش کنم که بزنین همین اول کار با این میرم سراغش، با همین این یه چند تا بزنمش که چیز بشه، اسکالت رات بشه. اینو هم در مواقع چیز استفاده کنیم زیاد باشه اذیتم نمیکنه، زیاد ما رو اذیت نمیکنه. اینو هم بذارم که زایت مهمه که باید داشته باشیم وقت اوضاع خراب نشه. پول چیزی که زیاد پوله دیگه، چیزی که کم پوله. خب بریم. خب اینو که اصلا گذاشتم اینه که فول چی باشم دمیج نیگیشن هم 32% بیشتر و این دو داستانا. الان که میریم بچه خوابیده کف زمین بنده خداها و بذارین رو همین من بلاد بکشم. نها کنیم الان چه وپن خطرناکی شدیم. که اومدی داج باید بزنیم. من داجم خیلی چیز نبود. دومش هم که در معرضش قرار نگیریم، کنار بیایم. چه اشتباهی کردم که این وپنه رو داستان دارش کردم، دادلاس روش کشیدم این داستان. استامینا کم میارم جلوش نه بلادلاس وپنم که رفت. بذارم اینجا این بچه ها چون ماونتین رو رفتیم الان مثلا ما خیلی چیز نشدیم و بلاد تراس بایتمون پر نشده ها و نه دهان ما سرویس بود. داشت یه بلادلاس بشدیم. من دارم میزنم. خب الان بچه دو حالت داره، یا بالا کریستال میسازه یا از یه جا الان چیز میکنه همین شکلی که الان گفتم. بعد بچه به این سریع خودتون رو برسونیم پشت این صخره کوه یخ. خودش میاد. بعد اومد سمتتون یه داج بزنیم درست مثل من داج نزنیم. الان تازه میخواد بچه‌مون فایر بخوره. الان فایر نمیزنیمش. خب همین زیر پاش بسازه. من این کارا نمیذارم انجام بده. با شلاق تا حالا با شلاق کلیت کارتیت انجام نداده. خب رفتی بتا این حرکتش رو بزنه چیز میکنم. این حرکتش رو بزنه شلاق رو اونجا اشعارش رو میزنه. چی کار کرد باش. خب وارد فیز دومش تازه شد. نمیدونم بچه جوری از دستش در بیاد. اگر اینکه شیلد داشته باشین شیلد بگیریم. میگم شلاق فایر جاینت بیاده بوداش. میبینم راه میرم زیر پاش نکنیم. راه میرم walking frenzied flame while walking in and out. دمش دارم میکنم استگاه شد و دوباره با شلاق بد نبود. چیز خیلی خفنی زیر پاش این حرکت رو بزنیم بچه واقعا اذیتش میکنه. بچه یه دونه رلیک خفن گرفتیم الان و من رلیکام برای اکزیکیوتر تکمیل شد.
یه اکزیکیوتر خفن الان میسازیم، همش سبز و همش هم برای گاردین داد. خب اینا بچه این ریلیکه است. انمیم رو فراست بایت کنم، این اولیشو نگاه کن. انمیم رو بچه فراست بایت کنم تا یه تایمی من غیب میشم و همینجور انمی ها رو پشت سرم غیب فراست بایتشون کنم غیب میمونم. چیلینگ میست رو خودش داره. چیلینگ میست بچه یه اشرافاری که شما استفادهش کنین هم یه حالت مه کوچیک رو تو اون ایریا ایجاد میکنه و اون مه بچه باعث فراست بایت شدن انمی ها میشه. حالا هرچی مقاومت اون انمی در مقابل فراست بایت کمتر باشه زودتر فراست بایت میشه. و بعدش تا یه مدت وپن من انچنتش میشه، عرض کنم حضورتون فراست. و بعد این پایین هم هست دیگه، اتک پاورم در مقابل انمی که فراست بایت شده باشه و میبره بالا. یعنی همه چی با همه چیش اینا دارن همدیگه رو تکمیل و بوست میکنند. الان بچه اینجاست، شما فکر کنم 4 تا نایت لورد بزنید یه همچین کاتسینی میاد و در نهایت داره میگه که آقا نایت لورد 8 هم اومد و راوند تیبلی که تاریک شد. دیدین اولش اون یه حالت نور و این چیزا بود، الان باشه راوند تیبلیه که تاریک شده و میبینین که اینجا نایت اسپکت اومده. الان آخری هم میگم چی بود داستانش. نگاه کنید بچه‌ها، نایت اسپکت اومده. خب جنبه شب. این بچه‌ها نایت لورد اصلی است، 8میه که حولی نقطه ضعفش من توی قسمت آخر میرم سراغش و حالا یا با همین وایلدر میریم که بخوام پریش کنم یا با اکزیکیوتر میریم که بخوایم دیفلکتش بکنیم. و این هم بچه ها اوردارک، نسخه اوردارک همین کالیگوه که زدیمش بچه سخت‌تره. اصلا از فیز 2 شروع میشه. اونجا بود که رفت تو هوا و میومد و همینجور داشت کریستال های بزرگ یخ رو سمت ما پرت میکرد، مثل حالت صخره های یخی داشت سمت ما پرت میکرد. گفتم نمیدونم باید چی کار کنیم بخاطر مگه اینکه شیلد بگیریم. اون بچه همینجوری شروع میکنه، یعنی تا میرین داخل مثل یه بچه خوب جلو ننشسته، همون اینجوری شروع میکنه بچه ها. و خلاص که بعدش دیگه فیزای بعدیش هم داره که مثلا سخت‌تره در واقع نسبت به این. من حالا بعد از اینکه همه نایت لورد رو زدم نسخه اوردارکشون هم براتون میزنم. بعدش میرسیم به چی؟ میرسیم به دیپ آف نایت که رنک بندیه دیگه. شما رنک 1 داره تا رنک 5 تا دست رو ببرین وارد رنک 2 میشین. بعد فکر کنم 1000 امتیاز بعد بگیرین، هر دست که میبرین 200 امتیازه. رنک های بالاتر مثلا رنک 5 برین و مثلا رنک 3 هم هست، رنک 3 4 5 که باشین ببازین امتیاز ازتون کم میشه. شب اول ببازین امتیاز خیلی ازتون بیشتر کم میشه. و خلاصه که اینم از این. امیدوارم که بچه این قسمت هم براتون مفید بوده باشه و تا قسمت بعد خدا نگهدار.